آخرام مدلی من این میباشد که من این سالشان نیستگی 2019 جمشید عبداللهیف 3 کرات چمپیونی آسیا اوید به دستخوابانی، 7 کرات قهرمانی تاجیکستان اوید به تنیس روی میز و 3 کرات اوید به بدمینتون. بار اول من در قرقیزستان در شهر استیقلال در بین امکانات محدود چمپیون آسیا گشتم در نمود دستخوابانی امرسلینگ. اهل عائله خیر اشتباه یار دوستان بسیار شاد گشته بودند که رو افتاد نشده مبارزه بردم به حیات و توانستم پرچم تاجیکستان را بالا بردارم. آخرام مدلی من این میباشد که من این سالشان نیستگی 2019 چمپیون آسیا گشتم. بسیار مدال ها بسیارم در بسیار دولت ها: ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه. جمشید در یکی از دهه‌های دوردست ولایت سوخت به وایه رسیده است. بعد ختم مکتب چون همسالان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفت. سالهای دراز نمودی کارها مشغول بودیم. سالهای 2011 در 8 مگزین بار تقسیم کردم. در 8 مگزین ناگهان در وقتی بار فراوردن تراس لیفت کنده شده. من آسیب دومره گرفتار گشتم. آسیب وزمین گرفتم و جراحی کردم در مسکو. البته روزهای سخت بود لیکن از تقدیر جای گریز نیست. بعد مجروح شدنش او به وطن برگشته با والدان زندگیش را ادامه داد. پس از برگشتن از روسیه برای من البته وزمین‌تر بود، لیکن برای پدر و مادرم بسیار هم از من هم وزمین‌تر بود. بسیار رو افتاده بودم، هم خودم هم رو افتاده بودم و دکترها گفته بودن که باید هر روز پایه هم رو مشق ورزشی گذارم. پدر و مادرم به کارها مشغول بودن. به خلاصه آمدم که نباید آنها کنن، من باید همین مشق‌ها رو خودم کنم و من آهسته آهسته مشق بدن میکردم، مشق‌های پایه هم رو خودم سر کردم. چنین 1 سال уже من توانستم که به یاردم یگان کس من ابسولوت نه خودم به دست گرفته توانستم خودم رو چی میگم بیسپیچ کنم. از سر تا ابد به مشق بدن مشغول شدم. پس از ابد به تنیس روی میز و سال یعنی قش یادم نیست تنیس روی میز خریدم و حاضر که میبینید بچه ها حاضر پشت دارن بسیار هستن. البته این یک قسمشان هستن. جمشید عبداللهیف خواست که از جهت اقتصادی نیز پایبند دیگران نشود. او خودرو گرفته با یاری استا آن را به خود موافق گرداند. با یاردم دست من اداره میکنم. خلاصه آوردم که ماشین گیرم، اقل پدر و مادرم دستگیری میکنم، یاردم میکنم، تاکسی رانی هم کردم. همین اخشلاقمون در این شهر میرفتم، بعد در این شهرانه کار میکردم تا نزدیکی تاکسی میکردم. مصرفی حاضر تشکیلات جمعیت شخصان مایبیت شدم و تنیسی روی میز تشکیل کردم. وقتی خالگی ندارم. جمشید سال 2023 با یاری برنامه سفارت ایمه در شهر دوشنبه به امریکا سفر کرد. او باز به یک آرزویش رسیده است که این آموزانیدن نازوکی‌های ورزش به جوانان بود. همین کوچمون یگان تا بچه نیست که این تنیس نمیتواند. به خودم مقصد گذاشته بودم که تا توانم سهم خود را به جوانان تاجیکستان رسانم. به جوانان درس میدم. نوابسته از آن که من در کالسکه هستم. از خردسالان تا 18 ساله درس میدم. یکی از آرزوهای من بود که من همین ضرب رو تشکیل کنم و امروز عملی گرده ایستاده است و این همش فقط با دستگیری من نیست. البته این با دستگیری دوستداران کلکم می باشد. تشکر زیاد میرسونم که آنها همیشه دستگیری میکنن. در آینده میخواهیم که باز هم زلهای استانداردهای جهانی جایگاه است تشکیل کنیم و باز هم ورزشگران بسیارتر شوند. جمشید در کارهای جمعیتی و سمینار و ترینینگ ها نیز فعال اشتراک میکند. او سال 2023 تشکیلات جمعیتی حیات من را تأسیس داد. میخواهد به شخصانی معیوبی داشته
کمک جسمانی و روانی رساند.